کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان جسدی دو زنی غرق شده در رودخانه سرخاب را پیدا کرده یک جسد دیگر را جستجو می‌کنند. روز 3 ایول ساعت 12 نصف روزی بر اثر افتادن سنگ از بلندی به ماشین گلرخسار جمالова او با دو زن همسایه و شوهر و پسرش بر رودخانه سرخاب سرازیر شدند. یک منبع از بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان 4 ایول بر رادیو آزادی گفت پسر و شوهر این زن که همه ساکن ناحیه رشت میباشند توانستند از رودخانه سلامت بیرون شوند، ولی زن راننده همراه با دو همسایه‌اش به آب رفت. صبح 4 ایول جسد دو زن پیدا شده، ولی هنوز جسد گلرخسار جمالova 34 ساله راننده ماشین بینشان است. عمر جان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 4 ایول بر رادیو آزادی در تفصیلات این حادثه گفت: همراهی همسرش یک فرزندش و دو همسایه‌شان در این حال وقتی که ما از لب دریا میگذرن از کنار کوه اون طرف یک سنگ فرو اومده میزند ماشین به همون دریا سرازیر میشود. از جمله دو همسایه‌شان دو زن همسایه در ماشین نشسته هلاک شدند. پسرش همسرش زنده آب بیرون اومدن گرفته شدند. خود جسد جمال گلرخسار فوری دریافت نشده است. مقامات تاجیکستان این حادثه را حادثه طبیعی عنوان کردند.